سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. امیدوارم روزی نخستین هفته را با طبع خوشی بولیده آغاز کردید. عبدالله اشرف هستم. نویدی بامدادی روز دوشنبه 3 دکبر را به شما تقدیم میکنم. نخست نظر میکنیم به وضع باد و هوا. بنابر پیشبینی باد و هواسنجان، گرمی هوا امروز در شهر دوشنبه به 13 درجه خواهد رسید. بارش پیشگویی نمی شود، اما هوا نیمه ابری خواهد بود. برعکس شهر دوشنبه، امروز در پراگ قرارگاه مرکزی رادیوی آزادی باران در نظر است. گرمی هوا 8 درجه خواهد بود. بیننده ارجمند، نویدی بامدادی را با خبر از ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان شروع میکنیم. مقامات قدرتی تاجیکستان یک افسر نیروهای مرزبانی را در شهر خاروخ پس از صدمه نقلیاتی که باعث هلاکت 2 نفر گردید بازداشت کردند. حادثه شب 1 دکبر رخ داده است و بنابر اطلاع مقامات یک زن حامله نیز در این صدمه جان باخته است. یک منبع معتمد در مقامات انتظامی روز 3 دکبر خبر بازداشت این افسر نیروهای مرزبانی را به رادیوی آزادی تصدیق کرد. به قول منبع، افسر نیروهای مرزبانی در قسم نظامی این نهاد در شهر خاروخ ادای وظیفه میکرد. مقامات میگویند در این زمینه تحقیقات شروع شده است و سبب‌های اصلی سر زدن حادثه معین کرده می شود. محمد جان اولوخوجایف، سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان، رسما از ارائه همه گونه معلومات درباره این حادثه خودداری کرد و گفت منتظر نتیجه های نهایی تحقیقات میمانند. در حادثه شب 1 دکبر در شهر خاروخ، خودروی تویوتا رف 4 افسر نیروهای مرزبانی با نقلیات مسافرکشی تنگم برخورده است. حادثه در محل نیروگاهی پامیر 1 رخ داد. یک همصحبت رادیوی آزادی در حکومت ولایت بدخشان تصدیق کرد که در این حادثه 2 نفر به هلاکت رسیدند. و قبل این منبع، در پی این حادثه این 2 نفر به دریا افتیدند که یکی از آنها زنی حامله بوده است. این مسئول حکومت بدخشان افزود که جسد یک نفر آنها پیدا شده و جستجوی جسد زنی حامله هنوز ادامه دارد. مقامات ولایت بدخشان و هم وزارت امور داخلی تا حال قضیه را رسما شرح ندادند. در همین حال خبرگزاری فرغانه نوشته است بعد از رخ دادن حادثه یک گروه ساکنان خاروخ افسر نیروهای مرزبانی را بازداشت کرده خواستند او را خودسرانه محاکمه کنند. به نوشته این خبرگزاری، پلیس به این کار آنها مانع شد. ضمناً در شهر خاروخ از 2 ماه به این جانب ستاد بین اداروی تامین امنیت فعالیت دارد و در شهر نیز پاسگاه‌های پلیس کار میبرند. مقامات میگویند هدف از این تامین ولایت قانون در مرکز ولایت بدخشان میباشد. حالا در شهر خاروخ برای تامین ولایت قانون 6 دیدبانگاه پلیس عمل میکند. این پاسگاه‌ها در شهر خاروخ و دیگر گوشه‌های ولایت بدخشان بعد آن گذاشته شد که ماه سپتامبر امسال پرزیدنت امامعلی رحمان از وضع ترتیبات جمعیتی در این منطقه هممرز با افغانستان انتقاد کرد. در ملاقات روز 15 سپتامبر در شهر خاروخ، امامعلی رحمان از مقامات ولایت انتقاد کرد که به گفته‌اش 4 جنایتکار را به ترتیب درآوردن نمیتوانند. بعد این در ولایت تغییرات کادری صورت گرفت. مقامات حکومت ولایت و ساختارهای دادگستری و دادستانی عوض شده. در ولایت عملیات جمع آوری سلاح و پاککاری ماشین‌های سیاه شیشه براه مانده شد. بیننده ارجمند، حالا رو آوریم به حوادث بین المللی. روز یکشنبه در پایتخت گرجستان هزارها نفر با پرچم‌های اتحاد اروپا در دست بر ضد پیروزی نامزد حزب حاکم سلام زوراباشویلی در انتخابات پرزیدنتی این کشور اعتراض کردند. به عقیده آنها در انتخابات تقلب جای داشته است. اعتراضگران طلب کردند که در گرجستان انتخابات پیش از مهلت پارلمانتی دایر شده قانون انتخابات تغییر یابد. خانم زوراباشویلی که همچون شهروند فرانسه به دنیا آمده است، نامزد حزب آرزوی گرجی بوده از طرف سابق سروزیر این کشور بیتزینا ایوانشویلی پشتیبانی میشد. او در دوره دوم انتخابات با نزدیک به 60% آوازها گریگول واشادزه نامزد حزب جنبش وحدت ملی را شکست داد. در صحبت با خبرنگاران واشادزه مقامات را با دزدی نتیجه انتخابات متهم کرده تقاضا نمود که در گرجستان انتخابات پیش از مهلت صورت بگیرد. نظامیان ایران گفتند که صرف نظر از مخالفت ایالات متحده آمریکا آزمایش موشک‌ها را ادامه می‌دهند. سخنگوی نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه به خبرگزاری تسنیم ابراز داشته است که هدف از پیشبرد این برنامه تحکیم مدافعه کشور است و از این رو آزمایش و رشد موشک‌ها دوام خواهد کرد. روز 1 دکبر کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو ایران را به آزمایش موشک‌های بالستیکی متهم کرد.
پامپئو تاکید کرده بود که این موشک‌ها امکان می‌دهند که مناطق خاورمیانه و اروپا هدف قرار بگیرند. با قبل مقام بلندپایه آمریکایی این اقدام ایران با قرارداد رقمی 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالف است. در ولایت جنوبی هلمند افغانستان یک فرمانده ولامقام طالبان به قتل رسیده است. والی هلمند محمد یاسین خان به رادیو آزادی گفت که روز 1 دکبر در نتیجه حمله هوایی در ناحیه نوزاد این استان افغانستان فرمانده طالبان ملا عبدالمنان و 4 تن دیگر کشته شدند. ملا عبدالمنان رهبری طالبان در ولایت هلمند را برداشت داشت. مرگ این فرمانده را سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد و نیروهای ایالات متحده آمریکا تصدیق کردند. طالبان یک عده مناطق ولایت هلمند را زیر تصرف دارند. سال 2014 بعد خروج بخش بزرگی نیروهای پیمان ناتو از افغانستان، ولایت هلمند به یکی از مهمترین تامین کنندگان مواد مخدر تبدیل یافته است. سخنگوی نیروهای ایالات متحده آمریکا دیو باتلر در یک پیام الکترونی نوشته است که مذاکرات یگانه امکان قطع جنجال 17 ساله در افغانستان است. با عرض سلام دوباره به آنهایی که حالا به ما پیوستند خاطر نشان میکنم که شما نوید بامدادی 3 دکبر را از رادیوی آزادی تماشا دارید و رو آوریم به ولایت سوخت تاجیکستان. دادگاه شهر خوجند یک ساکن سوخت را که خود را کارمند پلیس معرفی نموده از نزدیکان 4 محبوس حدود 150,000 سامانی گرفته است برای 9 سال پس پنجره فرستاد. دلشاد تاش محمدوف ساکن 32 ساله شهر خوجند که جای کار نمیکرد با قلابی و مقدار مخصوصا کلان گناهکار دانسته شد. با گفته دادگاه دلشاد تاش محمدوف خود را به ساکنان کارمند شعبه امنیتی ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ولایت سوخت معرفی کرده و به قلابی و فریب مشغول بوده است. با اطلاع دادگاه او ماه مارس امسال از یک نفر با وعده آزاد کردن برادرش از زندان ماشینی را گرفته است. همین طور با اطلاع دادگاه این پلیس ساخته در سالهای 2016-2017 از 2 ساکن دیگر زاکرجان یونوسف مقدس بحریدین و با وعده های از محبس آزاد کردن پدر و پسر آنها متناسباً $5300 و حدود 45,000 سامانی را گرفته است. یک ساکن دیگری ولایت احرار خواجه اورون خواجه‌اف نیز ماه سپتامبر سال 2017 به دام فریبی دلشاد تاش محمدوف افتاده 26,000 سامانی زیان دیده است. دادگاه دلشاد تاش محمدوف را برای این جنایت‌ها 9 سال پس پنجره فرستاد و امر داد که 150,000 سامانی جبردیده ها را بازگرداند. بیننده ارجمند خبر دیگری داریم که بینندگان به ما ارسال کردند. یکی از کاربران وبسایت رادیو آزادی با ارسال ویدیو از مناسبت سرد شرکت هواپیمایی S7 ایرلاینز و سیبیرسکی اویالینی تنقید کرده است. مسافری هواپیمایی رقم 3291 که از شهر نوسیبیرسک به شهر خوجند پرواز میکرد به رادیو آزادی نوشت که روز 29 نوامبر پرواز را به هیچ اعلان پیشکی 1 ساعت به تاخیر انداختند و سپس از مسافران خواستند تا نزد هواپیما پیاده بروند. در این ویدیو که از داخل فرودگاه به نوار گرفته شده است دیده می شود که چگونه مسافران با کودکان و بار در دست زیر برف به سمت هواپیما میشتابند که دور از تالار فرودگاه جایگیر است. مؤلف ویدیو که حادثه را با زبان روسی تصویر میکند میگوید رفتار شرکت S7 بی‌اعتنایی و بی احترامی آشکار به مهاجران تاجیک است. قرار بود هواپیما ساعت 13:45 پرواز میکرد اما با سبب‌های نامعلوم 1 ساعت دیرتر پرواز کرده است. رو آوریم به خبر دیگر. دادگاه نظامی شهر دوشنبه یک سرباز تاجیک را برای دشنام دادن و شکستن منح هم خدمتش به زندان محکوم کرد. دادگاه با نشر یک بیانیه رسمی در هفته گذشته گفت او مدخول عبدالقیوموف یفریتوری یکی از واحدهای نظامی ارتش ملی با گناه رعایت نکردن آیین‌نامه نظامی و رسانیدن آسیب به انسان به 5 سال زندان محکوم شد. سرباز اکنون 5 سال عمر خود را در زندان نظامش پرزور سپری میکند. مفتشان میگویند مدخول عبدالقیوموف روز 3 ایول امسال با سوء استفاده از وکالت‌های خدمتی به دلشاد زهرابکوف یکی از سربازان قطاری امر میدهد که برای او آب بیارد. از بس که دلشاد زهرابکوف در صنفخانه‌های قسمی حربی ظرف آبگیری نمی‌یابد و دست خالی برمیگردد، مدخول عبدالقیوموف به غضب آمده و با بهانه آنکه دلشاد سری وقت آب نآورده است اول اپای او را دشنام‌های قبیح می‌دهد و سپس به هر دو دستانش بر روی دلشاد زهرابکوف 2 مرتبه سخت می‌زند. در نتیجه ضربه سخت به گفته مفتشان منح سرباز می‌شکند. حکم دادگاه نظامی شهر دوشنبه را در وبسایت رسمی دادگاه عالی تاجیکستان نشر کردند ولی زمان انجام مرافعه دادگاهی را نگفتند.
قرارهای دادگاه تاجیکستان عمدتاً پس از حکم اجرا گرفتن به نشر می‌رسند. بیننده ارجمند، نویدی بامدادی را با خبرهای عالم ورزش ادامه می‌دهیم. دسته منتخبی جوانان تاجیکستان اوید به فوتزال که از بازیگران تا 20 ساله عبارت است، در بازی اولی خود در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2019 در شهر تاشکند از تیم جوانان قرقیزستان با حساب 1-6 شکست خورد. این بازی گروه ب روز یکشنبه 2 دکبر در شهر تاشکند در مجمعه ورزشی ازبکستان برگزار شد. گل یگانه منتخب تاجیکستان را خالد صبوروف به هدف رساند. منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2019 که در شهر تاشکند تا 4 دکبر ادامه می‌کند، بازی دومش را در گروه ب امروز 3 دکبر با تیم ازبکستان انجام می‌دهد. همکنون برای آنکه منتخب جوانان تاجیکستان شانسی به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2019 راه یافتن را نگاه دارد، ضرور است در بازی مقابل ازبکستان با تناسبی 5 توپ غالب شود. در دور اول منتخب ازبکستان تیم قرقیزستان را با حساب 6-3 شکست داده است. بر اساس دستور مسابقه از منطقه آسیای مرکزی تنها 3 دسته به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2019 راه می‌یابد. و جز غالبان گروه ها، اینچنین دسته هایی که جایهای دوم را میگیرند در پلی آف برای راه خط سوم مبارزه میبرند. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. برنامه های نو و جالب ما در پیشند. ما را در نشرهای بعدی همراهی کنید.